سلام دوستان. در زندگی روزمره ما بعضی چیزها خیلی ساده و پیش پا افتاده است و همینطوری خیلی ساده ما از کنارش رو میگذریم و خیلی وقتا معنی اون رو هم نمیدونیم. من خودم رو میگم، خیلی وقتا توی اخبار سایر کشورها که نگاه میکنیم که به زبون انگلیسی پخش میشه، این عبارت رو روی صفحه میبینیم، روی صفحه تلویزیون یا نمایشگر این رو میبینیم که همه فکر میکنن، همه که نه، اغلب فکر میکنن که این نیوز هست به معنای مثلا خبرهای تازه یا جدیدها یا تازه ترین ها، در حالی که یه خورده بیشتر به این عبارت دقت بکنیم متوجه میشیم که این هیچ کدوم از معانی قبلی رو که خدمتتون عرض کردم نداره. معنی واقعی این عبارت از 4 گوشه جهانه. وقتی که اخبار پخش میشه، همینطور تو کشور خود ما یه بخش اخبار داخلی داریم، یه بخش اخبار خارجی از گوشه کنار دنیا که هر یک از این حروف نمایانگر شمال، جنوب، شرق و غرب هست. نورث، ساوث، ایست و وست. این مفهوم این عبارته که 4 گوشه جهان هر خبری شده باشه در اخبار کشورهای خارجی، وقتی که مختصری از اخبار خودشون رو پخش میکنن مثل کشور خود ما، شروع میکنن از سایر کشورها اطلاعات در اختیار مردم گذاشتن که نشون میده از 4 نقطه جهان اطلاعات جمع آوری شده و تحت این عبارت در اخبار ساعتهای مختلف در طول روز در اختیار مردم میگذارن. خیلی متشکرم که توجه کردید. انشالله مطالب کاربردی دیگه ای هست که خدمتتون خواهم گفت. برای اینکه این گونه مطالب رو در اختیار شما دوستان قرار بدم، لطف کنید سابسکرایب یادتون نره. من یه لایک و یه کامنت میخوام که نظرتون رو اعلام بفرمید که اگر این موضوع به درد بخور بود که سایر مطالب مثل این رو نمونه‌های مختلف هست که خدمتتون ارائه خواهم کرد. قربان شما، روزگار خوبی داشته باشید.